درود عرض با احترام خدمت دوستان تاریخی این مرز بوم. روبرو شهر تاریخی ابرکوه قرار داره و ما الان بر فراز کوه سپید قرار داریم و این هم بنای تاریخی گنبد عالی، بنای معتبر به قرن 5 هجری قمری. بنایی که در 8 ضلع ساخته شده، 22 متر ارتفاع، جرز هر دیوار 5 متر. عظمت بنا رو ببینید. خب با توجه به کتیبه آجری که زیر گنبد قرار داره و در 8 ضلع آن نوشته شده، بنا متعلق به سال 448 هجری قمری و دستور فیروزان ساخته شده. خب هدف از ساخت این بنا چی بوده؟ بنا کاربرد آرامگاهی داشته، ولی خب امروزه هیچ کدوم از آرامگاه‌ها درش پیدا نشده و آثاری ازش نیست. اگه دقت کنید مقرن از کاری‌هایی که در این بنا به کار برده شده، پیداست. چنان سالم و رنگام امروزه بنا در حال مرمت است و امیدواریم زودتر مرمت بشه و این در دوباره باز شه.